آقا سلام بچه ها. امروز اومدم بچه یه سی بهتون نشون بدم که واقعا من سرش خیلی زحمت کشیدم. یعنی روزها ماها هم که هر یه ماه سیزن عوض میشه و هر هفته ها بچه من خیلی سر این قضیه بازی کردم و بچه من واقعا دیویسم ضعیفه. بالاترین گرافیکش مدیومه، یعنی پایین تر، یعنی بالاتر نداری. مثلا هیق اون چیه، بالا بالاتر از مدیوم نداره، حتی اونم نداره. بچه ها نگاه کنید، من واقعا سر این قضیه خیلی زحمت کشیدم. تو رو خدای لایک و ساب بر من بزن، من واقعا خوشحال میشم. اینم ببخشید اشتباهی دستم خورده که من میپرسگی. آره دیگه بچه ها، یه دونه لایک و ساب بزنی برای من چیزی ازت کم نمیشه. فوقش میتونی یه آدم رو خوشحال کنی تو زندگی. آره دیگه، همچین کار مفیدیو کردی و الانم بریم بهتون نشون بدم. بچه ها، من بالاخره تونستم رنگمو لژند کنم، البته به کمک بعضی از رندوما، رفیقم مسیحا که تو همه جا کمکم کرد و با هم همه مشا رو بیم میکردیم. و بچه ها واقعا من سر زحمت کشیدم، لطفا این لایک و ساب برای من بزنید، چیزی ازتون کم نمیشه. فقط یه یه آدم بهش امید دادی، یه خدا قوت بهش گفتی با یه لایک و ساب زدن، همین. بچه ها واقعا سرش زحمت کشیدم و تا ویدیوی بعدی فعلا.